به نام خدا. سلام خدمت دوستان و همراهان عزیز، شاب هستم و به کانال رکشل تکنولوژی خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم با یک آموزش ساده اما خیلی کاربردی در زمینه کامپیوتر، اون هم ساخت اکانت گوگل یا همون جیمیل که مخفف گوگل میل هست. امروزه به هر سایتی مراجعه کنید ازتون جیمیل میخواد و الان جیمیل طوری شده که انگار مثل کارت ملی یا شناسنامه توی فضای مجازی شده و به غیر از این موضوع میتونید استفاده های زیادی از جیمیلتون داشته باشید، مانند ارسال ایمیل، ذخیره تصاویر و آپلود فایل ها همراه با لینک دانلود و کلی از این کارهایی که جلوتر براتون توضیح میدم. خب دوستان، شروع میکنیم. ابتدا اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که مرورگر گوگل کروم رو روی کامپیوترمون نصب کنیم. البته ما میتونیم با مایکروسافت ایج هم جیمیل بسازیم، اما پیشنهاد میکنم حتما از مرورگر خود گوگل استفاده کنید. چرا؟ چون سرعت کاربری بهتری داره و سرعت دانلود بیشتری داره و در کل پیشنهاد میکنم از گوگل کروم استفاده کنید. چیکار میکنیم؟ ابتدا میام تو بخش سرچ مینویسیم اکانت. خب اینجا اولین گزینه برامون در میاد گوگل اکانت ساین این. کلیک میکنیم. خب ما چون از قبل هیچ ایمیلی روی گوگل کروم نداشتیم، اینجا برامون این صفحه ظاهر میشه که میگه اگر ایمیل دارید میتونید اینجا واردش کنید و روی گزینه نکست بزنید و وارد ایمیلتون بشید، و اگر که اصلا ایمیلتون رو یادتون نمیاد میتونید شماره تلفن رو بزنید، یا اینکه اگر ایمیلتون رو فراموش کرده باشین اینجا روی فورگت ایمیل بزنید که ایمیلتون بازیابی بشه. اما ما در کل ایمیل نداریم و میخوایم یک ایمیل جدید بزنیم. اینجا یک گزینه هست به اسم Create Account، روش کلیک میکنیم. خب اینجا دو تا گزینه ظاهر میشن، For My Personal Use که میشه همون برای استفاده شخصی، و یکی For My Work or My Business که میشه همون استفاده کاری و بیزنسی. در واقع این دوتا با هم هیچ اختلافی ندارن، فقط گزینه For My Work or My Business یه قابلیتی داره، میتونید توی گوگل مپ برای خودتون فروشگاه ثبت کنید و یه سری کارهای بیزنسی. فقط همین که اگر میخواید برای فروشگاهتون یک که حالا یا مثلا مغازتون یا هر چیزی که میخواین استفاده کنید یک جیمیل درست کنید، این گزینه رو پیشنهاد میکنم براتون. یا میخواید یک جیمیل شخصی داشته باشید، روی این گزینه کلیک کنید. خب اینجا میگه که باید اسمتون رو وارد کنید، اسم و فامیل، که اگر اسم رو وارد کنید مثلا شهاب، اینجا کافیه، لازم نیست حتما اینم پر کنید چون این اختیاریه. نکست. خب بخش بعدی بخش بیسیک اینفورمیشن هست که اینجا شما میتونید تاریخ تولد و جنسیت رو اینجا وارد کنید. تاریخ تولد حتما باید به میلادی باشه و اگر نمیدونید تاریخ تولدتون به میلادی چقدر میشه، پیشنهاد میکنم از وبسایت با حساب استفاده کنید. اینجا میتونید از شمسی به میلادی، از میلادی به شمسی، از قمری به شمسی و میلادی، و در کل این گزینه هایی که اینجا مشاهده کنید رو میتونید تبدیل کنید. اینجا من تاریخ تولد خودم رو وارد میکنم. روی تبدیل که زدید اینجا هم به میلادی و هم به قمری براتون نمایش داده میشه و این بالا هم می‌نویسه مثلا اینقدر روز از زندگیتون گذشته و معادل 19 سال و اینقدر شما تا الان مثلا زندگی کردیم. خب اینجا میایم تاریخ تولد 19/2005. اینجا هم جنسیت فیمیل میشه همون مؤنث، میل هم میشه مذکر. اینم میگه مثلا ترجیح میدم نگم، یا اینکه مثلا کاستوم یه چیز میشه گفت شخصی سازی شده میتونید اینجا وارد کنید. روی نکست میزنیم. به صورت پیشفرض یه دو تا یوزرنیم برای ایمیلتون پیشنهاد داده میشه اینجا، ولی خب اگر اینا براتون جذاب نبودن میتونید روی این گزینه Create Your Own Gmail Address کلیک کنید و اینجا یک ایمیل با یک یوزرنیم شخصی، مثلا یه همچین چیزی. روی نکست میزنیم. خب تو این قسمت باید رمز ایمیلتون رو مشخص کنید، تو قسمت بالا وارد میکنید، بعد همونو تو قسمت پایین دوباره وارد میکنید. اینجا روی نکست. خب در اینجا یک شماره تلفن ازمون میخواد که در واقع یک کد بهش پیامک میشه که بتونیم ثابت کنیم ربات نیستیم، فقط همین، و برای ایمیلمون این شماره تلفن ثبت نمیشه. البته اینو باید بگم که این گزینه برای همه ظاهر نمیشه،
بعضی موقع ها موقعی که 2-3 تا جیمیل روی یک مرورگر گوگل کروم نصب میکنیم، برای اینکه بتونیم بیشتر بسازیم این گزینه ظاهر میشه که مثلا تشخیص بده ما رباتیم یا انسان. و اینو بگم که برای هر شماره بیشتر 2 تا ایمیل نمیتونید وریفای کنید. خب اینجا شماره‌تون رو وارد میکنید. خب بعد از اینکه کد براتون ارسال شد اینجا روی نکست بزنید. خب اینجا میگه که شما میتونید یک ایمیل برای ریکاوری قرار بدید که اگر یک روزی ایمیلتون رو فراموش کردید یا مثلا رمزش رو فراموش کردید و هیچ شماره‌ای ثبت نکرده باشید، بتونید با استفاده از این ایمیل رمز یا خود ایمیلتون رو ریکاوری کنید و اینجا میتونید ثبتش کنید، میتونید اصلا ثبتش نکنید و روی اسکیپ بزنید. خب در این قسمت میگه که ایمیلتون ثبت شد و اگر روی این گزینه بزنید اینجا بخش قوانین ظاهر میشه، روی آی اگری کلیک کنید و اینجا همینطور که میبینید پنل مدیریتی ایمیلتون هست و اگر روی این گزینه پرسونال اینفورمیشن کلیک کنید اینجا میتونید مثلا یک عکس وارد کنید، میتونید اسمتون رو عوض کنید، میتونید تاریخ تولد رو عوض کنید، جنسیت یا مثلا ایمیل ریکاوری، شماره ریکاوری، آدرس خونه، آدرس محل کار و کلی از اینها. حتی زبان رو اینجا میتونید از انگلیسی به فارسی ببرید. من فارسی رو فکر کنم پشتیبانی کنه. آره پشتیبانی کنه، میتونید روی فارسی قرارش بدید. اینجا توی قسمت دیتا آن پرایوسی میشه گفت تمام داده هاتون اینجا ذخیره میشه. میگه مثلا شما سابقه یوتیوب دارین، سابقه به قول گفتنی لوکیشنتون، وب اکتیویتی و کلی از اینایی که در واقع باید یه ویدیو جداگونه براش درست کرد و توی این ویدیو نمیگنجه. بخش سکیوریتی هست که یکی از مهمترین و در واقع مهمترین بخش در یک ایمیل هست. اینجا شما میتونید در واقع امنیت ایمیلتون رو بالاتر ببرید. اینجا میبینید مثلا میگه your devices که میگه چند تا دستگاه به این ایمیل متصله. اینجا میگه یک دونه ویندوز کامپیوتر متصله، مثلا اگه موبایل متصل باشه اینجا نوع و مدل و آخرین لوکیشن موبایل براتون میاره. اینجا یه گزینه داریم به اسم تو استپ وریفیکیشن یا همون تایید 2 مرحله‌ای که اگر اونو فعال کنید با استفاده از این گزینه شما میتونید هر موقع که بخواین وارد ایمیلتون بشید ازتون تایید 2 مرحله‌ای بخواد و یک کد براتون ارسال میشه که تا موقعی که این کد رو وارد نکنید وارد ایمیل نمیشید. اینجا قسمت پسورد هست که میتونید پسورد رو عوض کنید و پایینتر هم همونطور که میبینید قسمت ریکاوری فون و ریکاوری ایمیل هست که شما میتونید اینجا هم ایمیل و هم شماره تلفن برای ریکاوری خود ایمیل یا رمز ایمیل اگر فراموش کرده باشید اینجا میتونید استفاده کنید از این گزینه ها و در کل یک جیمیل اینطوری ساخته میشه و اینطوری میتونید مدیریتش کنید. خب دوستان به پایان ویدیو رسیدیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و استفاده لازم رو برده باشید. حتما این ویدیو رو به بقیه دوستانتون معرفی کنید که اونا هم استفاده کنن از این ویدیو و اینو هم یادتون نره که حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو توی بخش کامنت ها بنویسید. خوشحال میشم نظراتتون رو بخونم. و خب الان 2 تا ویدیو روی صفحه براتون نمایش داده میشه که موضوعشون با موضوع این ویدیو مرتبطه و اگه دوست داشتید میتونید این ویدیوها رو هم تماشا کنید. حتما سابسکرایب یادتون نره و تا دیدار دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم و بدرود.